صدقه کنید صدقه. ببخشید شما ماهینه نیسته؟ یا اینکه با من خانه میخری یا اینکه جوابم رو ده. پسرم از آنها جدا نمیشوی. وای زن خور یه روز نردم خشو. تو مرا به این روز آوردی، جوابی ما رو ده. اینقدر نان و نمکی که من به تو دادم کورت کند. تو در همین خانه زندگی بکنی. این پول رو گیری تو فیضند را از خانه پیش کنی. خودی حاضر خانه را خالی کن. همین است منای زندگی. این آدم علاقه وفات کرده. منو چهر دیگر شوهری من نیست. وای در قشلاق زن دارد، تو را در سرش نزنند ننرمند. چه گپ شده است؟ این چیست؟ فاضل 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 است. فاضل 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 ایست. فاضل فاضل نکن. الیف 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 ایست. فاضل 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 نکن. ایست فاضل. فاضل نیست. نکن فاضل. فاضل نکن فاضل. مادر کلان یوسف مادر کلان خوب هستید؟ سلامت باش بچه. یوسف زودتر. چه شد الیف؟ عبدی جای استقامت رو یافت. مرا زوری به ماشینش شنانیده بود. فاضل به من یوری رسون. تمام آرام شوید. آیسته خیزید. خب خیزید مادر کلام خیزید. تمام. از اول نقل کنید. همه‌اش رو از اول نقل کنید. تو چی کار کرده ایستاده ای در اینجا؟ برای تو اومدم. فاضل سلیم. فاضل تمام. فاضل تمام. حاضر. وای معلم. فاضل پایان کن سلاح را. فراموش نکن وعده دادی الیف. از من میشوی، با من توی میشوی. چه خیل وعده؟ مرا نادرست نفهم یوسف.
من به خاطر تو به او وعده دادم. چی خیلی یعنی؟ кордор нашав ту. корат чӣ? дафшав рав. зудтар. یوسف عبد تو را از حبس خلاص میکرد. برای معلمیت را از دست ندادنت یاری میکرد. به من وعده داده بود و تو نیز خلاص شدی. تو کی هستی که مرا خلاص میکنی ها؟ халос кардаму хирелив. гашт асана бин. кане биё рафтем. دروغ نگوی. تو یگان کار نکردی. من با یاری تو خلاص نشدم. یوسف بیا رویم از اینجا. التماس رویم. فاضل بیا رفتیم. باخ بیا من کسی را نپراندم. خطا کرده ایستاده قماندان. قماندان مرا رها کنید. بیشار داد نزن. خطا باشد هم من چیزی کردن نمیتوانم. وقتی مرافی هم میفهمانی دردت رو در آنجا حل میکنن. کنی؟ شاهد دارید؟ دلیل دارید؟ با کدام حق؟ هر دویشم هستند. سیلو در دستت بود. من سیلا تازه از قماندان. میبینیم. چی رو میبینید؟ من کسی رو نپراندم. نمیفهمید مگر؟ حالا غرض تو رو زیر نظارت داشتن چیزی کردن نمیتوانم. من نکردم میگویم. من کسی رو نپراندم. جبر دیده کیست او رو هم نمیدانم. او این خیل نمیگوید اما خلیل آقام پراند. با غضب اومده پراند میگوید. وقتی که شاهد و عریضه است بغیر از زیر نظارت گرفتن از دستم چیزی نمیآید. التماس فهمید مرا. حقیقت چیزی باشد میبره. قماندان من کسی رو نپراندم. عسکر من کسی رو نپراندم. قماندان من نکردم. من نکشتم. من را براره قماندان. چیکار کرده ایستاده ای؟ برام شو. همه اینها برای چی شده ایستادن میدونی الیف؟ از جاهلی. همش از جاهلی. هیچ نباشد اونهایی که بعد از ما می آیند پرتالیتر می شوند یوسف. اگر قرجانی ها اجازت دهند. شد از آنها اجازت نمیگیرند. انسانی گنده در آینه برای خودش چه نگاه میکند؟ هرگز نمیتواند. حتی همین قدر جسارت ندارد. ما از قرجانی ها پرزورتریم الیف. خوبی از بدی پرزورتر است. شاکر از پسش رفت. ژاندارمه گرفته برد. سلاح هم در دستش بوده است. اگر تو نخواهی یگان بنده خدا خلیل را از حبس برآوردن نمیتواند. چرا این طور کردی خلیل؟ چرا مرا به این مجبور کردی؟ اپا خوب هستی؟ خوبم. گیر این را. پگاه به صاحبش میدهی. خوب شده است اپا. من مادر به فرزندم بدی میخواهم اگر نخواب من خلیلم رو عذاب دهم. مرحمت خانم. نمیخواهم.
برای هر چیزی که نباشد دیگر از قراجانی ها مدد نپرس الیف. مایلش؟ من علاجی نداشتم. هرگز نمیخواهم که به تو ضرر رسد یوسف. من هم به تو. بیا با یکدیگر قسم خوریم. قسم؟ یگان احتیاجت شود از من یاری میپرسی. مایلش. لیکن تو هم به من باور میکنی؟ به دیگر کس نی، به من. مایلش؟ مایلش. الیف اپا زود به خونه دروید. حاضر پدرم بیدار می شود. یوسف اکا شب خوش. شبتون بخیر. یوسف تشکر. به تو هم تشکر. عبدی کنی؟ نمیدانم، شاید هنوز خواب باشد. اما ماشاءالله علی کیها بیدار شده است. اکنون همین خیل خولا سحری بر وقت از بازی کار میشوم. آفرین. اما از این پس با دقت تر شدن لازم. روش پریشان می نمایی. خطاهایی میکنی که به تو نمیزیبد. می شود اپا، خیالش کمی پریشان است. چی گپ شده است علی؟ مسئله ساکینه. اینقدر غمی زیاد نخورد ده. این کارهای ارزنده نصیب باشد می شود. چرا نمی شود؟ ای خدا، چرا رسانده؟ ساکینه؟ داو عقل علی از سرش پرید. عبدی؟ و به اوچه از کجا آمده ایستاده ای سحری بر وقت غمزده و پریشان؟ این چه خیلی آقاگیست؟ یک کارم بود اوچه. چه خیال انسان این را به فرزندش روا می‌بیند. چه خیال. یووس اپات حالا هم بیدار نشد؟ حاضر می آید. مریم دخترم. یوسفم آرام باش. مایلش بچم. چه گپ شد چه؟ این چی اپا؟ دختری زیبایی که من اینش هم میگذرد. خودت رازق نکن دیگر. دخترم آچم رو دادم رو علی کنی خیز رو تو بکن رو کشو. من آنها را مرا هم اسنو تو گوی ماشین رو تیار کنند.
خلیل رو را ببینیم. دوست دار خدا جان، به جنتت من آنها را، مرا هم به نزد آنها بر. آچم را دوست می‌دارم من، ددم را دوست دار خدا جان، به جنتت من آنها را، مرا هم به نزد آنها بر. آچم را دوست می‌دارم، ددم را دوست می‌دارم من. تو چرا از بیبیت این خیلی دور دور گشته ایستاده ای؟ چرا به نزدم هیچ نمی آیی؟ من شما را دوست نمی‌دارم. شما گنده اید. یکی عمر رو از من گیرن چی؟ یکی پسرم رو دیگر دیدن نتوانم. تمام دخترم. یوسف میمورم. تمام جانکم. به عمر میمورم من. آروم شد اپا. عمر رو از شما نمیگیرند و این اجازت نمیدهند. فقط شما آروم شوید. چه خیل صبر کنم یوسف، چه خیل. پگاه مرافعه سود است. یگان کار کن یوسف، التماس یگان کار کن. دخترم، دخترم. کزبن اینجا بیا. لبه خانم، رو به مریم گوی که خلیل را به حبس پرتافتند. حالا هم شوهرش است، دانستنش در کن. میلش خانم. کزبن تو چه خیل گفتن را میدونی؟ چه خیلی که خواهید خانم؟ یوسف اکا خوش اومدید. خوش باشی. کنی رو از اینجا. تو در اینجا چی کار میکنی؟ خلیل کجاست؟ من با او گپ دارم، با شما نه. یعنی فهمیدی؟ نقص پگاه گوش کنی است. گفتنی هایت رو در آنجا میگی. خلیل کجاست حضرت خانم؟ در شو از اینجا یوسف. غارتگر بریم به خانم در آمده میخواسته گیایت رو کرده نمیتوان. غارتگری رو شما کرده ایستاده اید. یک فرزند رو از مادرش جدا کردید. با چقدر گناه جمع میکنید؟ عمر رو گرفته نمیتوانید یوسف. به یک دیوانه و به یک قاتل کودک رو من نمیدهم. تقا جان اینجا بیا. آچم نامد تقا به من آچم رو ناورده. آچم در کجاست؟ او چرا نامد؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ رو کنی دخترم، رو از اینجا و مرا گناهکار نکن. میلش شما میدونید از خلیل آقا خبر آورده بودم. خیلی چی کار کنم؟ از این میبروید که میران دیگر پروایی ندارد. ایست کزبان ایست. چی شد با خلیل؟ یگان چیز گفت. چی شد با خلیل؟ خلیل آقا آدم پرونده است. چی؟ خانم آدمگری کرده. پگاه حالا هم زنش است. رو با مریم خبر دهگو. بطولستان حق دارد. این شب ژندرم ها آمده خلیل آقا رو محکم کردند. در زیر نظارت بوده است. تمام دخترم، تمام جانکم، تمام دخترم، تمام مریم، تمام جانکم، دخترم. میگیرم تو رو جیان جان، پروا نکن. گرفتن از این مادرت میبرم. ساکنه عمر رو به بالا برکنی. زودتر. ساکنه به تو میگویم. مرا ببخشید یوسف اکا. کنی حضر گپی ساکنه اپات رو گوش کن. گریه نکن. خب مادرت گریه کنیت رو بیند زیق میشود. زیق میشود البته. کنی را اکنون. رفتیم عمر.
агар дар дилатон ҳоло ҳам зарраи инсонгарӣ бошад, ин кӯдакро дигар азоб намедиҳед, Ҳазал хонум. вагарна хуб намешавад, ҳеҷ хуб намешавад. чӣ аз ту метарсам? аз худо тарсед, Ҳазал хонум. ягон рӯз албатта ҷавоб медиҳед. دخترم با صبر باش دخترم. خداوند همیشه طرفدار مظلومان است. التماس باز کمی صبر کن. ایست دخترم. الیف دخترم خوش آمدی جانکم. خوش باشید. مریم بین الیف آمد دخترم. چی شد مریم اپا؟ من کایها باز ندار آمده بودم. یک احوالتون رو پرسم گفتم، اما واقعه های بسر خلیلکو آمده رو نیز شنیدم. خداوند به تو چنین درد و غم رو ندهد الیف. خداوند تو رو از دوست داشته هایت، از فرزندان دور نسازد. بسیار مشکل است الیف، بسیار مشکل است. اما قدرش بس نبود. باز چی میخواهند مریم اپا؟ پگاه دعوای جدا شوی خلیل و مریم است. چی؟ عمرم رو نیز گرفتن الیف. حتی رویش رو به من نشان نمیدهند. یوسف خبر دارد؟ همین سحر فهمید. میترسم که او نیز صبرش رو از دست میدهد الیف. یکون کاری بد نشود. یوسف برای بد نمیدروید عایشه خاله. او چی کار کردنش را میداند. شما هیچ خواطر نشوید. یوسف معلم میآید. معلم یوسف اومدم. معلم یوسف. کلید رو گیر فاضل. کلید. خیر چی حال دارید بچه ها؟ صحت شده اید ماشاءالله؟ ما نشدیم. معلم در این حال هم به ما در خانه شان است. بله میدونم، لیکن خواطر نشوید. او آماده نتواند، ما مکتب رو خانهاش میبریم. باز کی نآمده است؟ هست زینب نیست. زینب باز نآمد؟ هیچ گپ نه، به نزد او هم میرویم. کنی بینیم چی فاضل؟ زنگوله رو زنم. کنی بچه ها درون در اومدیم؟ ایست از فاضل هدیه. های وفلی هدیه به من هم ده فاضل. رحمت کلام فاضل به من هم ایست ده. فاضل. های چه؟ اینها چیست؟ وفلی کسی از کجا یافتی اینها را؟ اینها سوختند؟ تلخمی. از کجا یافتی اینها را فاضل؟ از اونجا. یعنی خرجانی ها این کار را همین خیل روی پوش کردند. دوست آخر دوست. لیکن با پورگی روی پوش کرده نتوانستند. تلخ دخترم تشکر به تو، برکه یابی. آش شود. باز یکون احتیاج دارید مریم اپا؟ دخترم خوب هستی؟ دخترم چی شد؟ بسیار زیق شدم اوچه. یک با بیرون برایم. اگر خواهید یک جای هوا گیریم اپا؟
میخواهید؟ دخترم یوسف اکنون نترسد هم میشود. خلیل رو محکم کردن. اکنون جای گریختنی ندارم. مریم من هم میرم با مریم اپا. مایل شفا جان. تنها بودن میخواهم الیف. نترسید. نه به خودم نه به دیگر کس ضرری نمیدهم. مریم اپا. مریم حکمت از اونجا 3-4 آدم رو گرفته و عاقب گذاره. فهمیدی؟ معنی شد. شاکر مانده های کار. رحمت این کاری تو است؟ چی است وای؟ خود را به نادانی نزن شاکر. جای آتش زده را یافتم. اینها چیان میدانی؟ همین خیلی نه. اینها دلیلند. تو را و کرجانی ها را به حبس پرداختن کفایه است. از کجا یافتی اینها رو؟ فاضل یافت. اوف دیوانه خدا زده. شاکر از این وفلک های مهلت گذشته زینب هم خورده میتوانست. زرین قریب بود که میمرد. این خطای کلان است شاکر. خطایی است که بازگشت ندارد. تو آدمی نیستی که به این کارها چشم پوشی. میدانم که از مجبوری برای کراجانی ها کار میکنی، اما آدمی پاک وجدان هستی شاکر. تو چی میخوای از من یوسف؟ برای من شاهدی کن. اینش رو باشد نمیکنم یوسف. سری تو را هم سوزاندن نمیخواهم شاکر. ظلم این کراجانی ها خاتمه مییابد. باید خاتمه یابد. در بین این کارها تو هم ضرر نبین. حکمت کلی زودتر باشد. زودتر. شاکر تو آدمی گنده نیستی. میدونم مجبور نباشی این کارها رو هم نمیکنی. چه خیلی که مجبور نمی بود فاضل نیز دخترش رو به تو نمیداد. از این مسئله باز بدترش هست. با من کاردار نشوی از میخواستگی از جایترش رو میگویم. از دو بعد بدترش رو انتخاب کن میگویی ها؟ از همه خوبترش حزل خانم رو مجبور کن. با این کاغذهای سوخته وفلیک هیچ کار کرده نمیتوانی. تو این رو به من مون، لیکن نقل کن چیزی رو که میدانی. تو بسیار سرها رو میدانی. شکری اپا باید یکان چیز خورید. باز چقدر گوش نمیشینید؟ داروهایتون رو هم نمیخورید؟ بیایید من به شما یاردم کنم اپا. در این خانه بسیار می ایستم گفته فکر کرده باشی خطا میکنی. امینه می روی. اصلا زن دویم نمیشوی. می روی. چی گپ؟ امینه؟ یا که تو ای وای خدا جان. واهی دعوتنامه های توی ها؟ ساکینه علی شما را نیز به توی دامادی عروسی فرزندانمان انتظاره. سلام علیکم. و علیکم السلام. خطای سخت کردی. کودک ها رو زهرآلود کردی. درست گپ زن. من به کسی چیزی نکردم. این کارها به من علاقه ندارد. علاقه من بودنش رو هر دویمون هم میدونیم. تو هیچ چیز را نمیدونی. با اینجا برای چی آمدنتون رو نمیدونم، اما نه پدرت نه تو میخواستگیتون رو گرفته نمیتوانید. یا شرپینه رو در دست شما بازی چه نمیکنم. دعا کن که من از آن چیزهایی که تو فکر میکنی بیشترش را میدونم نباشد. برای این دکان رو به سر زدن انتظار نمیشدم. هنوز که وقت داره گرخته روید از اینجا، وگرنه خوابی دهشت آورتون میشوم. خلیل رو محکم کردن سید بابا. آدم پروند است. چه ها میگویی تو مریم؟
مرا به ناحیه برید سید بابا، قربانتون شوم. التماس مرا نزد خلیل برید. یوسف را یک میپرسیدیم آخر. شاید او خودش تو را بردن میخواهد. از یوسف پرسیم، او از شما میپرسد. شما از وجدانتون پرسید سید بابا. تماما وقت ندارم. التماس مرا زودتر به ناحیه برید. خلیل رو یک بینم، یک آوازش رو شنوم. از برای خدا سید بابا التماس. مرحمت. مرحمت. جیمو. تمام، تو را من می آیم. جیمو، با کجا؟ کار دارم دادا. چی کار بوده است؟ دادا کاری مهم دارمه. اما نگر دیوانه نکن مرا، گوش کن مرا. گفتم نمیروی فهمیدی؟ رو کارت رو کن. راه گرد، شخص نیست. راه گرد. حسنو، زود این رو از اینجا روان کن. تک پا نگردد کنی. مایل شفا. سعید هستی، بابا هستی، کسی که نباشی خیلی شو از اینجا. این رو هم گرفته بر. عصبی هزل خانم ویران است، باز ویران تر نکنید. هزل خانم کرده نمیتوانید، از دستتون نمی آید. ما رو جدا کرده نمیتوانید. مریم، پگاه مرافیه بودنش را از خاطرت برآوردی. انشالله شوهر و فرزندت را نیز از خاطر زود میبراری. هزل خانم، کاردار نشو. خلیل شوهری مریم است. مثل تو او هم به دیدن حق دارد. مریم حقش را کیها از دست داد. دل شما سیاه بوده است. کنی ایستا نگاه کن. چی کار کرده ایستاده؟ چی؟ حاضر. سعید بابا. سردید. سعید بابا خوب هستید؟ سعید بابا خوب هستید؟ سعید بابا نفس گرفته نمیدم. سعید بابا به نزدتان آمدند. خلیل، غمگین شدم. از اینجا برآمده باز کلانی خانه شدنت را میخواهم. قرجانی های حقیقی بریم. قرجانی حقیقی باشد، قرجانی است که بازنی به خود لایق آیلدار می باشد. خلیل، آینده‌ات را فکر کن. دهه را فکر کن. نسلت را فکر کن. همچون مرد مجبور استی که چنین رفتار کنی. اگر همه چیز را من فکر کنم تو برای چی؟ لیکن زودتر باش. سالهای زیاد یک چیز را فکر کردنت را نمیخواهم. قراری آسان نکن. از مریم خلاص که شدی، از اینجا هم خلاص میشوی. قرارت را ده، 1 ساعت پس میبروی، وگرنه پوشیده میروی. با فکرت چی میشود اپا؟ جدیت کار رو فهمیده ایستاده است. برگشته نمیتواند. از مریم خلاص شدنمان کم ماند. بسیار کوشش کردی اپا، به نهایت توانستی. بیهوده نگفتند کار کنی برد میکنی. کنی تو هم کمی کار کن. رو به بیمارخانه و همون کار رو حل کن. من بر میگردم. خوب شده است اپا. با اوگویی که دهانش را کشاید جاغش را میشکنی.
ҷаноби саид, ин дороро хӯред ва албатта дам гиред. ба шумо кор кардан ман аст. خیر از دستمان آمادگیش را میکنیم دکتر بینید بچم. وعده دادید شما رو خواب نمیکنم وگرنه شما رو در زیر نظارت داشتنم لازم. مالش بچم وعده دادم کو. خیر پناهتان به خدا. به شما هم. بیمار رو یک بینم. مرحمت. نیهار دوران در کدام حجره است؟ در حجره 201. به اینجا هم آمدند پایده ایستادند. به کجایی که رویم پایده ایستادند. نترس دخترم برای ما آمدند. چه خیلی نیهار؟ دعاگوی شمایم آقام. تو را خوب نگاه و بین میکنند؟ خدا را شکر. ماه گیر. این خیلی مسئولیت نکرده بودیم کو؟ این پول کم است. تو چی از من خوبتر میدانی که کم است یا زیاد؟ آخه اما دراز نکن. جاغت را پوشیده گردی از این پول فایز میگیری فهمیدی؟ فهمم. یا این خیل یا که این خیل. تمام باز اینش رو می نوشید. خیر نوشیده بینیم که مادامی که دکترها این خیل میگویند. این رو باشد پیش از خواب رفتن. مالش پیش از خواب رفتن. تمام مسئله داروها آسان. استراحت چی؟ اینش حکمت خداست یوسف. برای با کودک ها بیشتر سر و کار کردنم این بیماری یک بهانه شد به من. خیلی خوب. از هر یک واقعه بعد یک چیز خیری رو دیده می توانیم. من یگان کاری نمی کنم یوسف. وای راه را خدا نشان می دهد. وظیفه ما باشد آن راه را دیدن. اما من ندیده ایستادم سید بابا. من در این واقعه یگان خیری دیده نتوانسته ایستادم چون که من کورم. اپا مان یوسف مان رود شین. دل مریم بسیار مانده شده است. آسوده خاطریش شکسته است. اما این می گذرد. همه چیز برای انسان هاست. با یاری شما خود را به دست می گیرد انشاءالله. وای روزها رو دیده می توانسته باشم سید بابا. درونم چنان می سوزکی. هر مشکلی را آسانی است دخترم. در اینجا آسانی ما در چیست؟ زندگی را دوام دادن است. فلاکت ها انسان را به دهشت می آورند. انسان که به دهشت افتاد باقی مانده همه چیز را فراموش می کند. در حیات چیزی دیگری گویا وجود نداشته باشد. خیلی که از داناتر نیز بوده می تواند. هر انسان در حالتی از همه وزنینش به دیگر احتیاجمندان کمک رسانده می تواند. حالا همین خیله معلم چه خود پسندی نوبکار با کدام جرأت؟ باز چه ها گفت؟ بسیار چیز می دانسته است. دکان رو بسرم می زده است. اما موقتا بخشیده است مرا. سر خم کردی ها؟ این خود خلا او رو از دکان زده پیش کردم. پیش میکنی البته. کار خواجگی عقلت رو به جایش آورده است. آفرین به تو شیر بچه. اوه چی گپ؟ یا که آقای نو علی می شود. دیوانگیت رو سر نکنم دی. چرا؟ آفرین ها رو علی می شنود. دخترها رو به علی می دهند. چون که عبدی چی گفتنت رو خودت هم نمی فهمی. چون که من دیگر چه شنیدن می خواهم. من تو شوی علی ساکینه را شنیدن نمی خواهم.
یگونه چیزی میخواستگیم. عبدی این کار اصلا نمی شود. این را فراموش کن. یا این را فراموش میکنی یا آقاگی را، این خانه را، این حیات را، همه چیز را. فهمیدی مرا؟ جمع چی گفت شد؟ تو امروز با من چیزی گفتنی بودی؟ بله. خیلی بیا کنی گپ زن آخر. نمیتوانم. میتوانی. بیا من در نزد آن همین درخت کلان. او بیا. معلم جان اسماعیل مراد را میگیریم؟ آنها را الیفاپاتون میبیارد. ها انا اومدند. زینب تمام فاضل تو در اینجا ایستا. مایلش شب بخیر شاکر. بخیر است. با کودک ها یک جایه به زیارتی زرین رفته ایستاده بودیم. خیر. زینب رو هم بریم چی؟ معلم الیفاپا. شاکر در این دیه چند کسی؟ یک دیگر رو دستگیری کردنمون لازم. زینب خوبم نمیبره تو چه؟ خب نرو این خیل باشه دخترم. بیا شین دخترم. بسیار در هیجانم و چه؟ پگاه در مرافعه چی میشده باشد؟ خدا بزرگ است دخترم. همه‌اش خوب میشود انشالله. نترس. در این وقت و ساعت کی باشد؟ بخیر است انشالله. حزل خانم؟ یوسف نیست می؟ نه در بیرون. باز چی بلا کرده ایستاده است؟ حزل خانم هرچی گفتنی به من گوی. من به تو گفتنیم رو در اول گفته بودم. هم به تو هم به وی دختری بفهمد. حزل خانم بس است. با کدام حق به خانه من اومده پست و بلند گپ میزنی؟ من صاحب این دیه هم آیشه خانم. هم صاحب دیه هم شما و همه چیز همه حق در دستی من است. این را دانستگیر. ساکینه؟ چی گپ شده است جمع؟ اصلا تو بگو ساکینه امروز چرا اومده بودی؟
ساکینه گپ زن آخر یگان کاری بد شد. جیمو ما رو به شوهر دادن. چی؟ پس گپ زن همه میشنون. کی میشنوید است؟ شنوید انگیره. جیمو از برای خدا آرام شو. خدا جون. ساکینه نترس، تو رو از دست آنها خلاص میکنم. با تو وعده میدهم که خلاص میکنم. مایلشو لیکن چه خیلی جیمو لازم باید میگریزیم ساکینه. چی؟ نترس ساکینه، من فکر میکنم، همش رو فکر میکنم. کنی تو رو باز یکان چیز رو پای نبرن. نترس ساکینه. نقل شد که آمدید معلم جان. همه‌تون رو بسیار یاد کردم. ما نیز تو رو یاد کردیم زرین. از همه بسیار زینب یاد کرد. خدا از تو راضی باشد یوسف. از آمدنتون آنقدر خرسند شد که من یگان چیز نکردم، فکر الیف بود. یعنی گفتیم که زرین به مکتب آمده نمیتوانند، ما به نزدش میرویم. تشکری زیاد. خیر، زیارت بیمار کوتاه باید باشد. با ما اجازت. معلم جان نروید. زرین، نوبتی تو. امروز ما نزدت آمدیم. پگاه باشد تو با مکتب میایی. میلش؟ میلش. کنی بچه هم میخیزیم اکنون. زیاد شوید جان. رحمت. خوش آمدید. جان میلش. با شما هم تشکر. شبی خوش. نقصد که به زیارتش آمدید. زرین خیلی خرسند شد. انشالله تو پگاه صحت می شود. انشالله. یوسف، من با تو گپ زدنیم. با فاضل کودک‌ها رو به خانه هایشون برده میتوانی؟ البته یوسف. کنی بیایید رفتیم. چی میخواهید هزال خانم؟ اصلا من از تو پرسیدنیم یوسف. تو چی میخواهی؟ اپات رو یا اینکه الیف رو؟ این چه خیلی سوالی دادگیتون؟ سوال عجایب بوده میتواند، لیکن جوابش خیلی آسان. امشب نغزکک فکر کن. اگر با الیف توی شدن میخواهی، اپات رو راضی کنون که از پسرم جدا شود. رود و مریم مشکلی برارد. اون وقت تو هم الیف رو فراموش کن. شما چه خیلی انسانید ها؟ یک انسان این دیه را دوست می‌دارد یوسف. این دیه از من به چی قدر اجازه دهم همان قدر زندگی میکنیم. باز خطا نکنی، قرارت را ده. یا اپات یا الیف. اپا خدا مددگارتون بود. رحمتی عبوس. مریم گریه نکن دخترم. متین باش کمتر. چنان متین باش که حاکم تو را دیده. ها گویم مریم متین بوده است.
با فکرت آن حاکم همین خیل میگوید. اگر این خیل گوید خلاصه به فایده تو میشود مریم. اما خلیل مرا نمیخواهد و چه؟ بعد از اونه که خلیل مرا نخواهد حاکم این خیل گفته است آن خیل گفته است چی فرق دارد؟ دال بچم در رو کشو. من ببینم. خوش آمدید سید بابا. خوش باشی بچم، تشکر. او کایها تیار شده اید کو؟ دیر مونده ایستاده ایم سید بابا. آینی خیل باشد زودتر خیزید میرویم. یوسف پیش از ما رفت سید بابا، با ادوکات گپ زدنی. باز کمی دیگر کار این تر باشد نه. کنی دخترم بیا میرویم. کنی دخترم بیا دخترم. یبوس پناهت به خدا بچم. رای سفید و چه؟ بچه تیارم من هم تیارم که از مریم خلاص شوم. یوسف بین از من نشنیدی. خاطر نشو شاکر، از تو نشنیدم. بین هم با تو یگان کار ندارم. نهاد در حجره 116 بوده است. من اکنون میروم. خلیل قراجان خیز میرویم. خلیل نتیجه بالستیکی برآمد. نیت دوران همون بچه با تپانچه تو گرفتگی پرونده شدنش تصدیق شد. اما تپانچه هنگامی دستگیر شوید در دست تو بود. به این هم من کسی را نپراندم کماندان. پراندم میگفتم لیکن نپراندم. مایلش راو مسئله جدا شاید را حل کرده بیو. حالا در این موضوع بسیار صحبت میکنیم. پراندی یا که نپراندی؟ من همش را میدانم. من پول مول نگرفتم. دروغ نگوی نهاد. من همش را میدانم. خواستم از دهان تو شنوم. گفتن نمیتوانی همین خیلی نه. زبانت توب نمیخورد به گفتن. به این هم پول گفتگیشون رو ندادند. من پول مول نگرفتم. این خیل باشه چرا کردی؟ با قراجانی ها کار میکنن مگر چرا کردی؟ ضرور بودم یوسف اکا. اکنون دیها به تو احتیاج دارد نهاد. من دستگیریت میکنم. تمامی دیها نیز دستگیریت میکنند. کمی فکر کن. تو را مجبور کرده نمیتوانم. خواطر نشو. تو را فروختنی نیستم. بین تا اینکه خودت گپ نزنی دهانم را کشاده و پلیس یگان کلمه ای نمیگویم. اما حق بسیاری ها در گردنت است. یگان ظلم بیجزا نمیماند. ساعت چند است دوچه؟ باز چقدر موند؟ کمی موند دخترم. کمی صبر کن. آمدن دوچه. دیده ایستادم دخترم. یوسف کجا شد دوچه؟ ایلیف تو هم آمدی. مریم اپا رو تنها گذاشته نخواستم. تشکر. سلامت باشید.
خوش آمدید. خوش باشی. اپا ادوکات با شما کمی صحبت میکند. یوسف زودتر دعوا سر میشود. سر میشود اپا، اندکی ماند. سعید بابا شما در اومدن گیرید، من حاضر می آیم. مایلش. یوسف گفتگیم رو فکر کردی؟ الیف یا اینکه مریم؟ من بسیار فکر کردم حزل خانم. شما هم کمی فکر کنید. من نه تنها فکر میکنم یوسف، کاری لازمی رو هم میکنم. خلیل 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 شکریه اپا. من شما رو زیخ کردن نمیخواستم اپا، لیکن شاید فهمیده باشید هرچی کرده باشم برای کودکم از قسم میخورم. زنی علی جنگیز شدنم رو یگان بار اثرم نگذارانده بودم. کودکم در کجا ها نموند گفته با اینجا آمدم، لیکن طاقت شما رو اینقدر زیخ کردن رو ندارم. خدا بزرگ است. من یگان علاجم رو مییابم. پناهتان به خدا. شما رو بسیار زیخ کردم، حقتون رو حلال کنید اپا. عریضه هایتون رو خوندم. شما درک میکنید که چی میخواهید. سخنی اول از شماست. شما باید به قرار اوید، نه من. از جای بخیزید. خوش، کنی قصه کنید. چرا ساز نمیگیرید؟ خیر، شما رو گوش میکنم. چرا خاموشید؟ گپ زنید و خیر. محترمه حاکمه خانم، من در اصل
شرم نداشته باز در بین مردم میگردد. انا بین رفته ایستاده است. در دستش کوچ و پرش هست. امون کی رود اوهیدیل شکریه یک روز نه یک روز او را میگیرد. ای کور شوی. یعنی انا میخوام خوش دامنم مرا نمیخواهد وگرنه یعنی من شوهرم رو گپ زن دخترم نترس. دوست می داشته باشی گپ زن. دوست داری جای ترس ندارد. دوست می‌دارم محترم حاکم خانم. من جدا شدن نمیخواهم. هرگز. بچه التماس خاموشینید. شینید در جایتون. خیر خلیل قرجون، شما چی میگویید؟ من یگان چیزی نقل میکردگی ندارم حاکم خانم. شما میخواهید جدا شوید؟ من زنم را دوست میدارم و جدا نمیشوم. خلیل خواهش میکنم آرام شوید خانم. فراموش نکنید که در کجایید. شما هم برادر مدامی که جدا شدن نمیخواهید چرا ما رو سرگردان میکنید؟ تمام، دعوا محکم شد. نویس دخترم. بنابر خواهشی هر دو جانب. مریم 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 اپا مریم دخترم چی شد؟ شکریه اپا شکریه اپا امینه، شما در اینجا چی کار میکنید اپا؟ تو آدمی گنده نیستی امینه. من با تو باور میکنم. کودکت نمی بود این کار رو نمی کردی. نمیکردم شکریه اپا، قسم میخورم نمیکردم. بیایید دستم رو قبید. تو رو این خیل در کوچه مونده نمیتوانم امینه. همراهی من میمونی در خانه من. چه ها میگوید شکریه اپا؟ تو برا فهمیدی تو رو به هیچ کجا رفتنی نمیمانم، لیکن از تو یک خواهش دارم. البته شکریه اپا، شما گپ زنید. بیایید اپا، بیایید دستم رو گیرید. بیایید آهسته آهسته بیایید. بیایید اپا. جدا نشدم همین خیلی اوچه. زوری هزل خانم با جدا کنی ما نرسید. یعنی همه گفته هایشان دروغ بود است اوچه. خدا رو هزاران بار شکر. خلیل از من جدا شدن نمیخواسته است. همین خیل بود است دخترم. خلیل تو را تنها میماند مگر؟ خلیل نرف.
Meryem. Sardek سرم را آچه خلیل لعنت به تو لعنت باد بر تو بس است به شما قسم میخورم همه‌تان را پشیمان میکنم از همه این کردگی هایتان پشیمان میشوید به شما قسم میخورم شما را در آسمان کوفته در زمین یافتیم حضل خانم. از بالایتون شکایت است. شما را برای فریب دادن قانون دستگیر کردنمان لازم. چی؟ چی ها میگویی؟ Dolu dizgin akan sular durulacak bekle de gör bekle de gör karşı duran fırtınalar yorulacak bekle de gör karşı duran fırtınalar yorulacak bekle de gör pervane aşıklar sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak gidenle gitmedi umutlar bitmedi bir gün güneş doğacak pervane aşıklar sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak gidenle gitmedi umutlar bitmedi bir gün güneş doğacak